قربانی از 4 نوع مال شرعاً جایز است. یکی شتر، دیگر گاو که گاو میش و قطاس هم در حکم گاو است، سوم گوسفند، چهارم بز. غیر این 4 نوع مال از دیگر نوع مال قربانی کردن در شریعت مقدس اسلام جایز نیست. مثلا اگر کسی مرغ در روز عید با مقصد قربانی به نیت قربانی ذبح بکند، او از نظر شریعت همچون مال قربانی حساب نمی شود. بنابراین اون اجر و ثواب و فضائلی که قربانی دارد برای ذبح مرغ به صاحبش نمی رسد. ما البته راجع به فضائل قربانی در جمعه گذشته مختصرم گفته بودیم، جمعه های دیگه هم گفته بودیم گذشته، انشاءالله با فردا در روز عید هم تذکر میدیم، ولی در این محفل در باب فضائلش چیزی دیگر علاوه کردنی نیستیم. همچنین بز کوهی اگر رفت و صید کرده شود و رام کرده شود، حتی فقها در فتوا میگویند او هم در قربانی جایز نیست. بنابراین از 4 نوع مال قربانی شرعاً جایز است و این 4 نوع مال از نظر سال مختلف هستند. گوسفند از نظر سال اگر از 6 ماه زاید باشد، زیاده از نیم سال داشته باشد، یعنی 7 ماه و 8 ماه به بعد، جایز است، برای که در حدیث صراحتاً پیغمبر خدا گفتند. ولی بز باید 1 ساله باشد، 1 سال تمام، یعنی 12 ماه و یا 365 روز بر عمر او گذشته باشد. حتی فقها میگن اگر 1 روز کم باشد قربانی اون بز جایز نیست. گاو باشد باید 2 ساله بود کرده باشد، یعنی 14 ماه بر او گذشته باشد. اگر 1 روز از این 2 سال، از این 24 ماه اگر کم باقی مونده باشد، فقها میگن قربانی این گاو یا این طیلاق هم جایز نیست. از این خاطر هر مالی که از بازار سودا میکنید از صاحبش بپرسید که چند سال دارد، بعد از آن اقدام به خریدارش بکنید. شتر باشد البته 5، یعنی 5 سال تمام بر او گذشته باشد، بعد از آن قربانی او جایز میشد که شتر در دیار ما نیست. پیغمبر خدا در حدیث فرمودند، دلیلش هم حدیث صحیح، ضحوا بالثنایا، گفتن از بز مال 1 ساله کنید، از گاو مال 2 قدم در سیر قربانی کنید، از شتر مال 5 قدم در 6 قربانی بکنید. بز سنیوش همونه که قدم در 3 میگذارد، 2 سال تمام بر او بود شده است. شتر قدم در 6 میگذارد، بز قدم در 1 میگذارد، قدم در 2 میگذارد، 1 سال تمام بر او شده است. اینه در زبان عربی ثنی میگن چنین مالا. الا ان یعثر علی احدکم فلیذبح الجزع من الضعن، مگر گفتن اگر کدام براتون دشوار بیاد مالی بز 1 ساله یافتن یا گاوی 2 سال و 3 ساله یافتن براتون دشوار بیاد، و جایز است گوسفندی از 6 ماه بالا، یعنی از نیم سال زیاد میتوانید قربانی بکنید. جزع در زبان عربی گوسفند داره میگن که 6 ماه بر او تمام شده است، ماه 7 قدم گذاشته است. طبق این حدیث شریف بنابراین فقها میگن گوسفند از 6 ماه بالاش صحیح میشود، به شرطی که 6 ماه تمام بر او گذشته باشد. خب اکنون گوسفند از جانب چند نفر اسقاط وجوب میکند؟ شما میدانید که قربانی در مذهب ما واجب است. در مذهب ما قربانی واجب است بر هر فرد مسلمانی که خواه او مرد است خواه زن، به شرط مقیم باشد، مسافر نباشد. بنابراین اون حاجی هایی که در سفر حج هستند برای اونها در خانه قربانی کردن واجب نیست. ولی بسیار این سوال میکنن
پدرم یا برادرم در حج است ما قربانی او رو ذبح کنیم، نه، قربانی بر او واجب نیست، چون او مسافر است. قربانی بر مقیم واجب است. آره اونها در حج یه مال ذبح میکنن، ولی اون مالم مال قربانی نمیگن، اصل او رو دم شکر میگن، برای شکرانه این که خداوند موفق گردانده است برای او سفری عمره و حج را، عبادت عمره و حج را. از این خاطر شرط اول باید مقیم باشد. شرط دوم همین که این فرد مسلمان باید غنی باشد. ما گفتیم غنیه که در باب قربانی و صدقه فطر هست از غنیه که در باب زکات هست فرق دارد، تفاوت دارد. در باب زکات باید پول نقدی ما، پول کاغذی ما یا طلای ما به اندازه 85 گرم یا قیمت $4000 تقریبا باید برسد به زکات واجب میشه. اونم با 1 سال بر همون مال گذشته باشد، بر همون پول گذشته باشد. ولی در قربانی و در صدقه فطر اموالی که بیرون از حاجت اصلی است، مالهایی که از چه جنسی نباشد، از جنس 4 پا هست، از جنس متاع است، از جنس حتی خانه هست، همین که مال از حاجت زیادتی ما به ارزش 85 گرم طلا یا تقریبا $4000 رسید، در این صورت ما غنی حساب هستیم از نظر وجوب قربانی. یا اینکه صدقه فطر که در ماه رمضان است بر ما واجب است که رمضان باشه صدقه فطر بدیم، عید قربان باشد قربانی بکنیم. خوب اکنون وقتی که قربانی بر ما واجب شد، این 4 نوع مالی که بیان کردیم، مثلا گوسفند و بز از چند آدم اسقاط وجوب میکند، یعنی این حکم واجبیت قربانی را از ذمه چند نفر ساقط میکند. در مذهب ما در متنهای فقهی من هست میگوین هی شاتون من فردین، شات شامل بزم میشود، گوسفند هم میشود. میگوین گوسفند و بز فقط از 1 نفر اسقاط وجوب میکند. فرض میکنیم اگر در خانه 2 برادر هر دو غنی باشند، بر هر دو قربانی واجب باشد، اگر اونها 1 گوسفند قربانی کنند از ذمه هر دوش قربانی ساقط نمی شود، بلکه از ذمه یکیش ساقط می شود. دومی باید برای خودش قربانی دیگر داشته باشد. آره برای تحصیل ثواب، برای تحصیل اجر از تمام خانواده یه مال کفایه می کند، یه گوسفند کفایه می کند. در اجر هوای، در ثواب هوای می تواند همه اعضای خانواده شریک شود. اما وقتی که در اون خانواده یه نفر دیگر غنی وجود داشته باشد، آره در ثواب شریک می شود، ولی قربانی واجبه از گردن ساقط نمی شود. بنابراین خوب فهمیدم قربانی واجبه با 1 گوسفند و بز از گردن 2 نفر ساقط نمی شود. اسقاط وجوب از ذمه 2 نفر نمی کند، زیرا فقهای ما بگن هی شاتون من فردین و بقرة او بعیر منه الى 7. اما رفت اگر مال قربانی ما گاو و یا شتر باشد، یعنی این نوع مال از 1 نفر تا 7 نفر سقوط حکم قربانی رو میکند. یعنی اسقاط حکم وجوب از ذمه از 1 تا 7 نفر انسان میکند، تا 7 نفر. بنابراین فرض میکنیم اگر در همین عائله شما 7 نفر بای بچه هست که همش غنی هستن، برادرها، فرزندا، هر کدامش به قربانی واجب است. این صورت اگر 1 گاو بخرن اونها و قربانی کنن، از ذمه همون 7 نفر قربانی ساقط می شود، حکم واجبیت ساقط می شود، اونها دیگر گناهگاری ندارن. اما اگر 1 گوسفند کنن، اون صورت از گردن یکیش حکم قربانی ساقط می شود، 6 دیگرش در گردنش قربانی قرض باقی می ماند، اونها گناهگار می شود. اینا رو خوب فهمیدم. وقتی که هر کدام همین 7 نفر
مثلا غنی باشن، بر ذمه اونها قربانی واجب شده باشد، در این صورت باید اونها گاو یا شتر ذبح بکنن، قربانی بکنن. شرط نیست اونها برادر باشن، می توانند 7 نفر همسایه ها که بر اونها قربانی واجب است با هم اتفاق بکنن یک گاو بخرن، یا 7 نفر رفیق و دوست می توانند با هم اتفاق بکنن، اگرچه از هر گوشه و کناری که باشن می توانند با هم اتفاق بکنن یه مال بخرن و یک گاو بخرن یا یک شتر بخرن و قربانی بکنن. از ذمه همون 7 نفر این قربانی واجب ساقط می شود.